این زیب و زینتی شهر بیننه انا گل و گلزار انا باغ و بوستان انا بناهای با حشم مت اکی میلیسم بده اکی میلیسم بده ناظر منطقوی لیتینانت مالکوف نظارتچی رما سرچوپان یوروف با این سر و لباس در این باغ مبادا رما نچرانده ایستاده باشید. نه رفیق کپیتان لیتینانت ببخشید رفیق لیتینانت همین یک دختر از پایون من از بالا الو میکنه همه به همین جا به ملاقات دعوت کرد و آمدم. خوش آمده. سلامت میشید. من مثل شما ملاقات برپا میکردگی های پیشواز میگیرم. رحمت سلامت میشید. روچکه دارید؟ نه من تیاق دارم رحمت. یک جریمه کنم چی خیلی؟ جریمه برای چی؟ برای اون که من فعل شما عاشقای نغز میدونم. ملاقات گفتم این مایسه های پامال میکنید، این گلهای کنده به یکدیگرتون تقدیم کرده پژمرده کرده در روی راه میپرتاید. جریمه. اکه فکر میکنه که ما همه کفر آمدیم و مدنیت شهرگردی نمیدونیم ما هم میدونیم که این شهری عشق شدگی به هر برگ گلش محبت داره محبت. انا برای اون که طبیعت خراب نشود انا به عروس شونده گل دسته نیبو انا این کورته را هدیه میکنم. کورته گلدار میپوشه و گلواری میشکوفه. دو اکه روسا میگن که کگده دوبای تریتی لیشی. جان من ناظر منطقه شما هم یکم وقت طرفای ما زمزمه کرده ایلاقی بالا میروم بای بای گفتم من طرفای شما بسیار میرم خارجی ها. پیشتان گل ماهی کپ سد چیکار کرده نغزکک مهمانداری میکنم. همین التیماس حضور با مو خلال نرسونه. چی کار میکنم گفته؟ شما میدونید که این چیزهای نامبر کرده تون در کتاب سرخ جایگیر. شکارشان من برای این گناهتون هیچگاه شما را نمیبخشم. جریمه یا رفتی گفتید؟ نامناسب سر و سما نشوید. اکی میلیسه بیاید من به شما یک مسئله بهترین تیم هم به شما رزولتات میشود و هم آبرویتون بلند. همین بعضی ماشین های افلاسه که وارد شهر میشوند و باز دود میکنند انا آنها را جریمه کنید هم باد و هوای شهر تازه میشود و هم آبرویتون بلند. در کوه گشتگی نمیدونه که در این شهر ماشین ها همه نپنل گیبریت لازم شود تا انمون سری قوشتونه ترله بوسکتی میرویم بسیم. الو کجا با تو؟ من بین باغ با بین باغ با؟ او گفتم که قدم 1 متر و 70 سانتی متر وزنم باشد 49 کیلوگرم. تستر بی چی؟ در دستم یک تیاق در پیشم 49 گفتم در پیشم 1 میلیسه همورم تو با تستر بیا. تلفونات کد آمد دلای؟ السلام چی خیلی؟ نغزی؟ همویی؟ هموییم. کدام وقت زنگ زنم میگوید که قدم فلان و وزنم فلان. قریب 1 متر ترازو همراه می آوردمه. ورده ده. آی چی خیلی مرده. ورده؟ آی میگفتید من ویش ابرزوانی دارم کو؟ اینتلیگنتوش. بله درست گفتم. من دانشکده صنعت شعبه اختیاری ختم کردم. کجا ختم کردم گفته؟ دانشکده صنعت.
آخه همینه بر وقتار میگفته نمیشد من پروتکل پر نمیکردم و هم کورس بودم کو من هم دیویستوی صنعت خدمت کردم شعبه آوازخوانی مردمیه چی خیل؟ او شما میلیسه شده کار میکنید کو؟ آخه حاضر هم رو آورگی بر رپ گوش میکنم من میلیسه شدم که بعض دشنم چوش جریمه کنم پیشتر من هم در تئاتر کار میکردم دیدم که ذوق مردم نسبت به غذای معنوی به غذای معدگی زیاده دهمرده شدم خیلی به گاسترول نروی به سفری هنری که نروی به تئاتر تماشا نآیند دهمردگی خوب نیست ای همین چول ملیک شهری توز و قبادیان ویزد سر میکنم تا شیراتله و برومه و سیومه خنکی کشید باز چپ سر نه که همین مسئله تئاتر دا درست قید کردی یگون کسا به همین رفیق گنرال لیتنان ای شما برای من گنرال ده گنرال برای تو ها همین مونت هازی به ما خلال نرسونید انا دوگانه عروس رو گیرید با اون کجا که باق رفته شما صحبت کنید مونت مون یک پیش پیشمون کنیم التماس گوش کن من به تو یک توفه بهترین آوردم انا وای چه خیلی توفه این است درست چقدر ذوقی بلند داشته رحمت دوگان زیبی چقدر کرتای زیبا بسیار زیبیده است مبارک شود رحمت توفه نقص رحمت من میشیدم اطلس هدیه میکردم این چکم بوده اطلس دارم این چه زیبا اگر آیفون توفه میکردی این بعد گپ میکردی آیفون ها نامو چای ملیکا جون نه من زفره دلی زفر جان با ملیک جان دلی ملیک جان با آیفون این رادیاتسیا داره و تاثیرش بسیار ضررناک ما با ناوشنی گپ میکردم ناوشنی که ضرر نداره نه ای خیا آیفون میگیرم هیچ گپ نه یگو رزولت چه جونم کتی هیچ گپ نداره اکو ایران میپوشیم و اکا میلیسه حافظم بده یک اوفر قیراق میگیرم و تو چیکار میکنی؟ رقص میکنی در رقص چی گفتی اکا میلیسه؟ بهترین میشه یک جای سرود میخونه مایلش Oświki iPhone میشدم وای وای مبینی تلفن میشدم وای وای دایما در پشتی لب و گوشی تو دایما در پشتی لب و گوشی تو بای تو غزل خان میشدم وای وای بای تو غزل خان میشدم وای وای کاشکی آیفون میشدم وای وای مبینی تلفن میشدم وای وای اگر که آیفون میشدی میزدم ناوشنیکم بطر گوش میکردم خیریت آیفون نشدی وای وای بچه پوشایمان میشدی وای وای خیریت آیفون نشدی وای وای بچه پوشایمان میشدی وای وای دختره لوات گم نشکه مکن مینی و کپوشیده ایقا اشوه مکن با حسن خدا داده ای خود خوش رویه تقلید به اروپا و امریکا مکن پشتی که اطلس میشدم وای وای یا این که ادرس میشدم وای وای زیبی چونین قامتی دل جوی هر زیبی چونین قامتی دل جوی هر دلبری قدرس میشدم وای وای دلبری قدرس میشدم وای وای کاشته که اطلس میشدم وای وای یا این که ادرس میشدم وای وای تو بر جوانومه ارغو
میشدی وای وای بر تنی هر کس میشدی وای وای بیا به هم یار شویم ما و تو بیا به هم یار شویم ما و تو دلبر و دلدار شویم وای وای دلبر و دلدار شویم وای وای دلبر و دلدار شویم وای وای دلبر و دلدار شویم. من در وقتی طلبگیم من بسیار بچه خوب بودم. از روی بی‌ادبی به سوادیم همان قدر از روبران مؤسسه تنبیه گرفته باشم هم، ولی به سوی آنها هیچگاه گپگردانی نمی‌کردم. هرچند در لینکا برای گرفتن بهای دو در زینه یکم گذاشته در گردنم صورت سنگپوش رو میزنم، به سوی آنها نگاه نکرده حتی در وصفشان شعرها ایجاد میکردم. احترامم نسبتشان خیلی زیاد بود. از شعرهایم رنجیده ما را وصل نکن گویان خفه میشدند. شاید خودشان طبع بلندی شاعری نداشتند و به من بخیلی میکردند. مثلا این شعر رو گوش کنید: معلم رنج بسیاری کشیده مرا در خردسالیم شپیده به ما آموختید علم و ادب را ولی کشتید قریب از ضرب خیمچه سپارم امتحان از یگان فن بها را میگیریم با آب شیشه. همین مصرع ها گیجویش خطا است. این شعری تو نه وزن دارد و نه قافیه، نه معنی دارد و نه منطق، خط غلط، معنی غلط، املا غلط، انشا غلط گویون. معلم ادبیات سخنهایش را دوام داده گفت: اوی تو کمی سوادناک شده معلم شده درس دی انا بعد به قدر مایان میرسی، ما نان حلال میخوریم. از همان وقت به خودم گفتم که من باید نان حلال خورم، معلم شوم و طلبه ها را پیش پیش کرده باغم برم تا که بخی تاک ها را نرم کنم، خانه سازم و آنها غشت کشند و غیره ها. با مرور زمان دانشجوی دانشگاه شدم. در مکتب میانه به سواد باشم هم، ولی دانشگاه را با بهای خوب و الا ختم کردم. تنها از فن ادبیات بهای سه گرفتم، همونم با عیب منه، با عیب خود استاد، چون که از دانشجویان پول نمیگیریم. اختصاصی من خیمبیولوگ. از سببی که در دهمون خیمبیولوگ داشتیم مرا معلمی رسم و سرود تعیین کردن. معاشش کم باشد هم، ولی افتخار از شیم و کستوم و گالستو کم دارم. برادرم کماز دارد، پولی زیاد دارد. پولی زیاد داشته باشد هم، ولی سر و رویش پر از افتال و روغن چرکی متاری ماشین با لباسای جنده میگشت. برادرم با لباسای من حسد برده به من گفت: اوی در دنیا دو کسب کس را گرنگ میکردگی است، یکم گیولوگ چیز گم نکرده است و کوه را کفته میگرده، دویم معلم خودش میداند و سال را به دیگران میدهد. من به این سفسطه اهمیت نداده عاقبت روش را پیدا کردم. در تخته صنف رسمی سیب کشیده به تمام خوانندگان سفارش داده گفتم که خودی کدام میوه را که میکشید با خود گرفته آرید، من مقایسه کرده بهایتان را میگذارم. اکثریت بچه ها بهای خوب و علا گرفتند، تنها نادرجان بهای سه گرفت، چون که سیبی آوردهش میدکک بود. 2 خلطه سیب را به خانه فرستادم. مادرم دیدن زمان که پیسلم پولیاب شده است گفته در کورتش نمیغنجی. روزی دیگر باشه رسمی کارتوشکا، رسمی پیاز را سفارش دادم. 1 خلطه کارتوشکا، 1 خلطه پیاز را هم به خانه فرستادم. روز دیگر باشد رسمی کرم را سفارش دادم. از این کارم راهبریت آگاه شده از من رنجید. فیشفیشی مردمم زیاده گشته، حتی گپ تا به گوش برادرم رسیده است. کرم ها را بار کرده به خانه دیرکتر فرستادم. فیشفیشی مردمم خاموش شد. کماز را گرفتن نزد مکتب یا من به بچه ها رسمی تربوز را سفارش دادم. با فکرم که کماز آمد، من زود رفته تربوز ها را بار کردم در کار. خیر